سلام بچه ها، چه خبر؟ خوش اومدیم به این ویدیو جذاب دیدنی دیگه. آقا اومدیم بریم چالش AM6 رو انجام بدیم. به اون چالش داده، گفته که تک به اسکواد بریم بازی کنیم داخل بتل و ما هم قبول کردیم، ولی بهش گفتیم اگه میشه 2-4 بریم که حداقل بتونیم بزنیم. آقا 2-4 رفتیم و یه وین قشنگ زدیم و اومدم بهتون بگم که میریم الان ویدیو رو میبینیم. فقط لایک و سابسکرایب فراموش نشه، زنگوله بغلیش هم حتما بزنید و بریم سراغ ویدیو. Let's go. خب آقا اینجا رفیق ما عدید رفیقم گرفتم، چون من کلا اون دست داشتم بازی میکردم، اصلا اصلا خورد شد. خیلی چیزا گفتم، نمیخواستم مثلا کلا ببینیم مثلا چیزو از ویدیوی، گفتم رفیقم بگیرم که بهتره. ماشاءالله دبل اسنایپش هم خیلی خوبه، ای دبلش هم خیلی خوبه. ای دبلش آقا فکر کن اون 150 تا میزد، منم 50 تا میزدم، یا کیل من میشد یا کیل اون میشد. برای همون کلا دیگه اعصاب هر دومون خورد میشد، کلا کیل خوری داشتیم هر دومون میکردیم. گفتم ای ببین آره از هم هر دومون داشتیم کلا کیل خوری میکردیم، هم من از اون کیل خوردم که همون. چون من اگه 50 تا میزدم اون 150 تا با ای دبل میزد کلا مینداخت، یا اون 150 تا میزد من میزدم کلا میافتاد با 50 تا. خب بگذاریم یه ذره گزارشگری کنم. ببین اینجا اول میریم میره که کلوش زد، یه دونم الان پیش منه. فکر کن من با UMP گرفتم زدمش، کلا با UMP گرفتم زدمش و اینکه بعد اینکه زدمش اون MP40 داشت. اصلا MP40 آقا من خودم، من تو MP40 خودم کسی باورش نمیکنه اصلا. بعدش همینطوری گرفت، همینطور با ماشین رفتیم. آجی یه نفر به دست ما، اصلا به دست ما 2 نفر 5 بار کشته شد، یعنی 5-6 بار کشته شد. همینی که الان زد دومین بارش بود، دومین بارش بود اینجا. همینطوری بعدش میریم همینطوری با اسکوادشو، همین اسکوادشو وایپ کردیم، انقدر زدیمشون اصلا خودشون دیگه کم آورده بودم. منم اینجا نمیدونم چه ست ناروتو اینو زده بودم، دامار زده بودم. ولی حاجی اسکارکوسم نمیدونم چرا این موقع بد میخوره. اصلا قبلا نمیتونستم بزنم، الان خیلی خوب میتونم بزنم. خیلی هم ای دبلش واقعا خوبه، نگاه کن مثلا زد. میکی من زدم دیگه، واقعا من باید میزدم. الان میریم یه آرزانه لازم کنیم 2 تا حداقل، 3 تا. آره دیگه 3 تا فکر کنم داخلش ای دبل بود، 3 تا توش ای دبل بود، ولی ما 2 تا رو برداشتیم. حاجی با اسکار داشتم همینطوری میزدم. آخرش من فکر کنم آره دیگه من 10 تا کیل میگیرم، اونم 10 تا کیل میگیرم. اون دم نه 15 تا فکر کنم، نمیدونم 14-15 تا میگیرم. سرعت ویدیو رو هم گرفتم زیاد کردم بچه‌ها که حوصله‌تون سر نره. اگرم بخوام آهنگی بذارم استرایک میخورم، ویدیو کلا پاک میشه، اخطار رو میگیره. نمیخواستم اخطار بگیرم، دفعه پیشم اخطار گرفت از ویدیو، من خودم پاکش کردم. جون کیو زدم، اصلا یه دفعه غافلگیر شدم از بالا، کلا اینجا منو زدن، نمیدونستم چطوری منو زدن، اصلا خیلی غافلگیر شدم. اصلا یه جوری منو زد نفهمیدم از کجا زد،
رفتیم پیک هم اصلا خلوت بود، این همیشه نیست. بیشتر فکر کنم سمت ویلیج که مپ جدید اومده، همون سمت چی ایونت ناروتو اومده، اون مپ رو اضافه کردش، سمت اون ور بیشتر شلوغ، الان دیگه کسی نمیاد پیک. این دستو کلا این ای دبلش گفت ای دبل بگیریم کلا وینیم، گفتم اوکی ای دبل. من یه دونه ای دبل گرفتم انداختم براش، یه دونه هم ای دبل خوش کرد. اونجا تیرش گرفت، ببخشید تیرش گرفت. دارم الان میریم پایین حاجی. رفتیم پایین، خیلی اصلا سگی بود اونور، اصلا یعنی کلن اون طرف اصلا خیلی درگیری بود، یعنی هر طرف در میمدیم یا داشتم ما رو میزدن یا اصلا کلن داشتیم میخوردیم. خدا رو شکر این دست اصلا خوب بازی کردم، نتونستیم اصلا بمیریم. یکی هم رفته بود اون بالا کمپ کرده بود، آخرش امیر گرفت صدش، دمش هم گم. عجب هد اسنایپی، ولی خدا وکیلی زد. هد اسنایپاش اصلا عالیه، این بشر خداست. منش اینجا یه نفر من داشتم میزدم که امیر اومد، گفتم که اگه من 50 تا بزنم اون میاد با یه دونه ای دبل کلا میندازه، کلا این نمیشه، یا من کیل خوری میکنم یا اون کیل خوری میکنه، اصلا نمیشد این دست چون اون ای دبل داشت. ولی یه ذره بالا پایین رفتم من اینجا، بعدش گفتم برو اونجا یه دونه مین بکار، اگه کسی اومد بالا حداقل بدونیم داره میاد بالا یا نه. الان میره اینجا میکاره. حاجی بعدش 2 نفر میمونن، 2 به 2 میشه، یعنی فکر کن ما 2 به 4 رفتیم وین کردیم، 3 تا اسکواد خوابوندیم، وینم کردیم دیگه. اصلا بنازم به خودمون، واقعا عالی بازی کردیم. 2 نفری رفتیم اسکواد خوابوندیم. اینجا نزدیک بود بمیره. بهش گفتم زیاد خط نگیر، خط تو بگیری برام میمیری. یه دفعه دیدم هد اسنایپر رو زد. اینجا 2 به تک بود، بعدش از اونا یارو گرفت این ریو داد دوباره اومدم پایین، الان شد 2 به 2. این یکی من میزنم، این یکی هم میمیرم. بعدش میریم سمت این بر 2 نفر میان. حاجی این 2 نفر بد داشتن، اصلا بد بازی کردن اینجا حاجی، فقط نید داشتن میزدن، خیلی فشاریه، فقط داشتن نید میزدن. این هم از ویدیوی ما بچه‌ها و ممنونم این ویدیو رو تماشا کردین و از این بعد قرار چالش های یوتیوبرها رو بریم چالشاشون براشون اوکی کنیم بریم. گفته تک به اسکواد ولی حالا 2 به اسکواد بریم. سنگول بغلیش هم فراموش نشه. فعلا تا ویدیو بعد، خدا حافظ.